سلام بچه‌ها، چطورید؟ امروز اومدیم با یه ویدیویی با برادرم بگیریم. کجایی؟ اینجا. بچه‌ها امروز اومدیم با یه ویدیویی با علی ترایدی داشته باشیم. بله عزیزم، قربون شما. مرسی. حالا من سلام کنم. سلام کن. بله. درود به همه بچه‌های توی خونه. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با توی ماینکرافت یک سروایوال عادی داشته باشیم. نظرت داشت؟ فقط نایت ویژن زدیم که شب حداقل ببینیم. در شب داشته باشیم. مثلا ما توش بلد نیستیم مثلا. ولی حالا غمتون نباشه، وقتی که توشو تونستیم بگیریم نوتیژن رو ما خاموش میکنیم. مگه نامسین؟ آره دیگه. خب من فقط دارم چوب میکنم. حسین تو یه حرفی بزن. حتی آقا من کاری ندارم. تو حتما با راحتی بود. بچه ویدیو رو خدای لایک کنید. تازه داریم شروع میکنیم. شروع نمی‌کنیم. کلی من ساختم و کلی ویدیو ما گرفتیم، اصلا جواب نداد. کلا حافظمو جر میخورد. بچه حتما لایک و کامنت کنید که قشنگ بتونیم بشین کنار شما یک سروایوال عادی رو داشته باشیم. نه سریع بریم تو غار که قشنگ سنگ بکنیم. حسین داداش، بله هر موقع که رفتم خواستیم من داره هستم. حسین جان، بله تو نیایی غار من قشنگ بتونم چیز کنم. بتونم بیام پیشه. داشتی واسه منم آیرون جمع کنی ها. یا حضرت علی. صدای خوشم برای میاد. یه قایق بزنم. قایق و یک شمشیر. ببخشید که اسم رکوردی نداره، چون واقعا اسم رکوردی رو کار نمیکنم. هر موقع ویدیوشو میگیرم. مگه بچه زامبی دریایی هم داریم؟ بهش بگو مواظب باشه، چون در مقابل تو اصلا دووم نمیاره. مگه نه حسین؟ آره اینجا خوشی اون نمیتونه. بچه ها اصلا لایک کنید. بچه ها لایک بگو تا من این مرغه رو بکشم. ای وای، خود این چه وضعیست؟ لایک ها رو بکوبی. اینطوری بکوبید. بله همتون همینطوری بکوبید دیگه. دمتون گرم.
فقط جوری نشه صفحه گوشیتون بپره. بله بله نمازی حالا بری پیش کسی آیرون اینقدر دور نباشی. چقدر چوب گرفتی باش. حالا کسی رو دیدید با کرافنینگ چوب بکنه در حالی که تبر داره؟ چی بگم والا اون فرد بیزه دیگه چی بگم. چه بالایی تو. بریم بازم بالا. بریم بازم بالا. بریم بازم بالا. آها دادم وای بابا چرا افتادی؟ کجانی عزیزم؟ خالی؟ ایرون؟ ایرون گرفتم دیگه. اینجا نمیتونید بیاید بالا ها. ای وای مکتب من پرت میشم هوا. ای چه پایین جا نمیتونید کشه کشیش. آره وای بر سرت وای نشو بگم شما بالا خیلی مردی خود تقصیر من نیسته. اصلا هیچ یادم نبود. الان من باید برم خونه بخت. مشکلی که نداره. نمیری کنار چیز نبود. الان من باید برم خونه بخت. شما چکار مطمئنی؟ من فقط مهمه که آیدونا رو تو چی بودی؟ عمو بیا اینجا. چی هستی تو؟ به ما نمیخوری. یعنی من چیز کردم تو من یعنی پوپو کردم تو اسکلتون. من یعنی پوپو کردم تو اسکلتون. خدایی آخه برشی میادم از دور آدم اسنایپ میکنه. قبول داری؟ خیلی خیلی من یه ذره شده میمیرم. خدا شکر کلی وسایلم هست. شمشیر تبرم نیست. آره بچه یه لحظه ببخشید مشکلی پیش اومده. یه لحظه بچه مشکلی پیش اومده. ویدیو رو کات میکنم. الان مشکلمون حل شد. چطوری زیاد شد؟ آره بچه من یه مقدار چوب داشتم الان زغالم کندیم. بچه تونستیم از اینه بسازیم. وای علی نایت ویژن نداریم.
تو الان داری دیگه نیاز به مایک فقط مشکل اینه من تو گردم میاره. چرا؟ منو پیش خودت ببر بهت بزن. ای ریدستون. ریدستون؟ آره بچه ایشالله ما براتون با شیدر هم میگیریم حال میکنیم. شد شدی؟ مشکلی نداره، چیزی نیست. مشکل نداره. ایشه بیادر چرا تلفن چرا درم کار؟ نه امو بده این سنگ را به من. ها یه بار میخواستم فرنیش درست کنم بازم یادم رفت. بذار ببینم ما سنگ دارم. ای سنگامون بی تربیوتا برداشتن. دروغ نگو والا واقعا اسکال فرنیس داری دیگه. آره دیگه چه کاریه خویی داری دیگه حسین بله باشه که با زغال ساختی به من میدی؟ باشه ببخشید چون اینجا حافظه رو نداشتیم اینجا رو کات کردیم. آره راست میگه چالیزه رفتیم حافظه رو پاک کردیم و خیلی هم طول چیز شد، طول کشید. لطفا لایک کنید خواهش خدایی مندم. ما داریم به خاطر شما یه سنگ زجه داری؟ میزنیم. سنگ هیچ، خزانه خالی است. چی بگم والا خب خیلی گرانیست. یا چی میخواست؟ آها در بریم سراغ ایشون یه دونه در بسازیم. داداشی داداش یه چیز عجیب نی؟ داخل کرافتینگ تیبل میشه کرافتینگ تیبل درست کرد. خب به من در میخوام درست کنم چی به من چه؟ خب من چه عزیزون در با چی میسازن؟ چطوری میسازن؟ داره با چوب میسازن دیگه. چیه مگه؟ خب با چه چوبی؟ هر چوبی. با هر چوبی؟ پس چرا اینجا نداشتی که من بسازم؟ چون تو چوب نداری. چرا چوب دارم 27 دارم. واقعا؟ آره چوبتو به من بده من یه کاری بلدم. نه خیلی نمیدی؟ خب حداقل 2 استک از چیزاتو بده. نگاه چقدر برداشتی آخه تو. آره دیگه چقدر بر نداشتی چقدر ساختی تو. خیلی هم زغال جمع کرده بودم بچه. منم چوبام هم زیاد بود. بچه زامبی آی دادم بای از این آپدیت ها نیومده بودا. چطوری والا حسین داشت دو استکشو بده. خب دیگه بیا بابا یا بیتر بیا. الان بذار خودم بذارم. خب چه کاریه؟ بذار. نه منظورم یکم به من بده. میخوام نیاز دارم. بسه یه سکش. نه بزن بابا تو هم. بیا استفاده شده به من دادی؟ نه آی دمت گرم. پس یه سکی دیگه هم بده چون چیز بود. نمیخوام. حسین تو 3 استک داری؟ نمیخوام. تو 3 استک داری؟ من یه دونه استک دارم. باش بیا بابا یه سگ خور. واقعا؟ به من دادی؟ آره داشتی فقط در میتونی برای خونه بسازی به شرط اینکه تورچ تو چیز نه چوبتو بدی من بتونم بسازم برات. باش نری قاراش نیش کنی ها. بابا فقط در یه جونم چی شدم. چی شده؟ در دیگه. آره دیگه.
نمیشه. خب چوبام موندم بده. موندم چطور توی چیز نبود بفهمید. خب دم شما گرم 21 شدی. بزنیم میگم با بله. 21 تا تو این سقف رو بنداز. سریع تا تو چیز میکنم. زغال ندارم، همه زغالا رو چیز کردی هدر دادی. دن سرویس. خب یه چوب چقدر الان بزن. دادی؟ چقدر الان دادی؟ 2 تا. 2 تا. ای بابا اشکال نداره. این خب اینو من با 2 تا در خب چوبا رو تبدیل به زغال کن. نمیشه؟ چه گاوم من. خب اشکال نداره گلاس این. میرم میکنم. اینجا خودم اینجا ای خدا. چطوری جون؟ نخ 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 ای خدا. اینم از این. آی نه. خب من 2 تا چوبامو درا رو برداشتی؟ بر نداشتم من. آها یه لحظه آقا یه لحظه ببینم با تو چیز میشه. نه بابا نه روشو میشه زغالاشو برداشت. حسین بله. بودو. چوبا رو بذار تو این. من استیکا رو چوب میگم. استیک. آره همین میگم. آخه چرا از این چوبا گذاشتی؟ از این چوبا میذارم. اون 10 تاشون 2 تاست. فکر خوب به این میگن ها. دزد زغال. الان با همین ترک هم میام توت. نه با تو اومدم یا توت. تو اومدم توت. بابا این کل نیست چارکله. آی برو خیلی دوشا. ببین منو بزنی ها. ببین دارم برات. تلپورت نمی کنم چیه رو بخور. بابا داداش توی نمه تنگی رو ولی بار آخرت باشه فهمیدی؟ باشه اومدم خونه دیگه چه کاری خب بار آخرت باشه باشه بچه پایرو پایر آخرت باشه یا باشه پیاه میدی؟ کریپره میخواد به سمتمون اگه در رو باز کن ببند بعد چی شو؟ بیم برم سنگ داری؟ تو گیر دادی به جیب منو گیر دادم به گرس اینا رو به مرغ میدیم اینا رو من به مرغ آقا یا نظرت مرغ این من کارت رو تموم کنیم؟ خب بچه ها راست بچه بگید ها یه لحظه خب ستینگ رو بیار خب بچه ها یه لحظه وایستید دوربین رو بیاریم ویدیو بیا اینجا بردی خب بچه ها خب دیگه واسه بالا ببر منم ببینم خب بیا
این بره اوکی. و بچه دیگه تا پارت یه جا وایسا منم ببینم، منم خداحافظی کنم. یه جا وایسا، یه جا وایسا. خب بیا. بیا اوکی بگو. خب بچه ها دیگه منتظر پارت بعدی باشید. برادران قربون شما برم. من فردا براتون یک ویدیو جدید میگیریم. فقط لایک ها رو چیز کنید تا 10,000 تا برسونید. بله لایک ها رو تا 10,000 تا برسونید. نه بخشی بچه حداقل 100 تا لایک بزنید دیگه، تو رو خدا داریم. هرچی لایک هست بزنید دیگه. خلاصه من دیوونه دارم میشم. دوست داشتید بزنید، دوست نداشتید نزنید. بله اصلا نزنید بزنید، اصلا فرقی نداره اگه بزنید نزنید. آره دیگه خلاصه لایک آقا لایک کامنت فالو ساب فراموشتون نشه. تا ویدیوی بعد لایک کن. بله لایک کن و تا ویدیوی بعد رود.